پادکست معدن مطابق اسمش محلی برای استخراج یک سری اطلاعات و داده‌های مفید هستش. من در تلاشم تا توی معدن اونچه که مربوط به تاریخ، جغرافیا، جامعه و به طور کلی هر آنچه که مربوط به بلوچستان میشه رو استخراج کنم و اون رو به شکل هدیه گرانبها به مخاطبانم تقدیم کنم. من محمد عثمان دامنی در فصل اول و شاید هم چند فصل اول معدن تلاش میکنم اونچه که مربوط به تاریخ بلوچستان از گذشته تا کنون هستش رو بیان کنم. با نگاهی علمی، نقادانه، تحقیقی و غیر متعصبانه. در این میان تلاش هم میکنم بی‌طرفی رو رعایت کنم. اگرچه به عنوان یک انسان هرگز نمیشه به طور کامل و مطلق بی‌طرف و بی‌جهت بود. مگر درباره چیزی که مطلقاً هیچ ارتباطی با ما نداشته باشه که شوربختانه اونچه که من در معدن ارائه میکنم قطعاً متأثر از دیدگاه‌های شخصی من خواهد بود. ولی خب این دیدگاه شخصی رو تلاشم بر اینه که صادقانه بیان کنم و مخاطبم رو متوجه شخصی بودن دیدگاه هم درباره اون دسته از مطالب که نیازمند نظر شخصی هستند بکنم که در ادامه در این باره بیشتر توضیح خواهم داد. طبعا تمام محتوایی که در آینده توی معدن ارائه خواهد شد مربوط به جمع‌آوری‌های من خواهد بود. از این جهت نمیتونه مطلقاً صحیح یا مطلقاً غلط باشه، بلکه امکان نقص و خطا در اون وجود خواهد داشت. البته نیازی به ترس یا بی‌اعتمادی درباره محتوا وجود نداره، چون در ادامه ما اونقدر با فکت و منابع صحبت میکنیم که مخاطب ذهنش کاملا باز و شفاف شده و علت تأکید ما بر نقص و خطا رو خواهد فهمید. ضمن این که خطا و نقص در ارائه محتوای تخصصی یک مسئله کاملا طبیعی در دنیای علمه. عموما هم خطا در جایی اتفاق میفته که نظرات مختلفی درباره یک موضوع وجود داشته باشه. جایی که یک نظر واحد وجود داره، طبعاً اختلاف نظری هم وجود نداره. معتقدم که مقوله اختلاف منشأش نه خارج از ما، بلکه در وجود خود ماست و میتونیم با کمی کنکاش ریشه و دلیلش رو در وجود خودمون پیدا کنیم. این یعنی علت اختلاف برمیگرده به نوع نگاه ما به یک چیز، نه متفاوت بودن اون چیز. مثلا گرد یا تخت بودن زمین، عنوان مقوله طنز یا جدی که این روزها در جغرافیای ایران خیلی دربارش صحبت میشه. اختلاف نظر دربارش برمیگرده به نوع نگاه ما، چون زمین در هر صورت یا گرده یا تخت، همزمان هر دوی اینها نیست. کسی که معتقد بر تخت بودن زمینه، بر اساس اونچه از داده‌ها و مشاهداتی که در ذهن خودش تحلیل کرده به این نتیجه رسیده، و کسی هم که میگه زمین گرده، داده‌ها و مشاهداتی در ذهنش داشته که اون رو به این نتیجه رسونده. مسبب اختلاف ایجاد شده زمین نیست، چون زمین گرد بودن خودش رو حداقل با نوع ساختار شب و روز میشه گفت اثبات کرده. اینکه گروهی این رو نمیپذیرن دلیلی بر نقض گرد بودن زمین نمیشه. بنابراین در این اختلاف نمیتونیم قائل به صحیح بودن هر دو نظر باشیم. حرف هر دو گروه به صورت همزمان هم نمیتونه درست باشه. البته ما مثالهایی درباره اینکه هر دو گروه درست فکر میکنند هم داریم و این برمیگرده به موضوعی که اختلاف در اون ایجاد شده. موضوعات اختلاف دیدگاه یا خطا در پژوهش خودشون موضوعات بسیار مفصل و طولانی هستند که اگر قرار باشه دربارشون صحبت کنم باید اپیزودهای جداگانه‌ای براشون در نظر بگیرم که در آینده شاید این کار رو کردم. اما ذکر یک نکته اینجا لازمه و اون اینه که اختلاف به طور طبیعی چیز بدی نیست، مادامی که از اون استفاده بدی نشه. و از طرفی هم داشتن اختلاف نظر با دیگران به معنای صحت نظر ما نیست. این فقط اثبات کننده این هستش که ما میتونیم مختلف و متفاوت فکر کنیم، نه اینکه نظرمون هم درست باشه فقط به این خاطر که متفاوت فکر میکنیم. برمیگردم به مطلب خودم که میگفتم در پاره از موضوعات مربوط به بلوچستان ممکنه نظرات مختلفی وجود داشته باشه که من در این جور مواقع سعی میکنم نظرات مختلف رو با دلایل مختلفی که دارند ذکر کنم. در بیان این اختلاف نظرات هم من از اون دسته از پژوهشگران تبعیت میکنم که قائل هستند نظر خودمون رو هم در کنار نظرات دیگران، البته اگر نظری وجود داشته باشه، درباره اون مطلب ذکر کنم. لذا من تلاش میکنم علاوه بر شرح دیدگاه‌های مختلف درباره یک موضوع اختلافی در تاریخ بلوچستان، نظر خودم رو هم اعلام کنم. و خب البته این به معنای تحمیل نظر من بر کسی نیست، بلکه به معنای تحلیل بیشتر یک نظر هستش، تا مخاطب هم شناخت بیشتری در این دیدگاه حاصل کنه و هم درباره اینکه من چطور فکر میکنم آگاه بشه. به طور کلی درباره مطالعه تاریخ و اینکه چطور میشه مباحث تاریخی رو مطالعه کرد 3 روش وجود داره.
که من در اینجا به اونها اشاره میکنم. روش اول، شما میتونید از ابتدای تاریخ یک ملت، کشور، فرهنگ و آیین شروع کنید به مطالعه کردن، به دیدن و یا شنیدن منابعی که در دسترس دارید تا برسید به زمان حال. مثلا منشأ بلوچ از کجاست؟ بلوچ کیست؟ چه چیزهایی در طول این هزاران سال بر او گذشته و حالا در چه وضعیتی به سر میبره؟ روش دوم، در روش دوم از زمان حال درباره تاریخ یک ملت، کشور، فرهنگ و آیین شروع می‌کنید به مطالعه کردن، به دیدن و یا شنیدن منابعی که در دسترس دارید تا برسید به گذشته اون ملت. مثلا وضعیت معاصر بلوچ رو بررسی می‌کنید، سرنخیابی می‌کنید و همینطور به عقب و عقب و عقب برمیگردید تا به اصل و ریشه مسائل با یک نگاه تاریخی برسید. در روش سوم میتونید از یک بازه زمانی خوشایند شروع کنید. مثلا درباره تاریخ بلوچستان ممکنه شما به دوره میر نصیرخان نوری علاقه‌مند باشید که مقتدرترین حاکم کشور بلوچستان در دوره‌ای که بلوچستان به عنوان یک کشور مستقل توسط خانات کلات اداره میشد. یا شخصی به دوران سقوط صفویه و نقش بلوچ‌ها در سقوط صفویه یا به شخصیت محمد خان بلوچ در این دوره علاقه‌مند باشه که سفیر ایرانیان در امپراتوری عثمانی بود و با سقوط صفویه و ظهور نادرشاه سر مخالفت با اون برداشت و رویای حکمرانی بر تمام ایران بعد از صفویه رو در سر میپروروند که در این زمینه موفق نشد و شکست خورد و کشته شد. یا یک فرد مذهبی شاید به ژنرال سیاه‌سوار علاقه‌مند باشه که یکی از فرماندهان بزرگ ارتش ساسانی بود. با دیدن نشانه‌های سقوط ساسانیان سمت مسلمانان رو گرفت و با اونها همراه شد که این هم داستان پرفراز و نشیبی داره و ممکنه فردی به این دوره یا به این شخص علاقه‌مند باشه. میتونه از همینجا و همین موضوع مطالعاتش درباره بلوچستان رو شروع کنه. یا همین که فردی علاقه‌مند به مطالعه درباره جنگ‌های داخلی بلوچ در دوره حمل و گوهرام و علت این اختلافات و جنگ‌های داخلی باشه. و علاوه بر نگاه تاریخی علاقه‌مند به این باشه که از نظر جامعه شناسی رفتاری هم این دوره رو تحلیل کنه که ریشه این اختلافات داخلی و جنگ‌های قومی بلوچ چه بوده و چرا همچنان بعد از قرن‌ها این مشکل وجود داره. به هر حال افراد و دوره‌های بسیار زیادی در تاریخ بلوچ و بلوچستان وجود دارن که ممکنه اشتیاق خواننده رو برای مطالعه زیاد کنن. اما یک چیز ناراحت کننده. اون چیز ناراحت کننده اینه که ما در بسیاری از این موضوعات با کمبود منابع مواجهیم. این موضوع برای یک فرد علاقمند مانع محسوب نمیشه و طبعاً تلاشش رو بیشتر میکنه. اما برای یک فرد تازه‌کار که به تازگی هم علاقمند شده میتونه بی نهایت مایوس کننده و خسته کننده باشه. برای همین من در اینجا تلاش میکنم تا حد زیادی نیاز به منابع و مراجع رو با اشاره به اونها حل کنم که البته متاسفانه بسیاری از این منابع یا به زبانهای دیگری مثل عربی، انگلیسی، ترکی، فرانسوی، یونانی و اردو هستند و یا همین که به صورت پازل و تکه تکه در منابع مختلف ذکر شدن که باید جمع‌آوری و ارائه بشن. در طول یک قرن اخیر زحمات زیادی برای این موضوع توسط محققان بلوچ کشیده شده، اما همونطور که گفتم ما با دنیای وسیع و نامحدود در این زمینه مواجهیم که همچنان نیاز به ورود افراد بیشتری در این موضوعات و ارائه تحقیقات گسترده تری در این باره داریم. تاریخ بلوچ فراز و نشیب‌های زیادی داشته، اما منابع تاریخی متاسفانه اشارات خیلی محدودی به موضوع بلوچ، منشأ و مبدأ و تاریخش داشتن و اکثریت گفتارهایی که در باب بلوچستان وجود داره رو میشه گفت متعلق به بعد از قرن هفتم میلادی و یا شروع قرن اول اسلامی هستش که سیاحان و فاتحان و فرماندهان جنگ در این دوره که گذرشون به بلوچستان میفته جسته و گریخته چیزهایی درباره بلوچستان رو شروع به نوشتن میکنن. البته این حرف به این معنا نیست که تاریخ بلوچ از قرن هفتم میلادی به بعد آغاز شده و یا نوشتن درباره بلوچ فقط مربوط به این قرن و قرنهای بعدی هستش. خیر، بلکه منظور من اشاره به کثرت محتوای قبل و بعد از این دوره هستش که خوشبختانه بعد از این قرن محتوای بیشتری درباره تاریخ بلوچستان در دسترس ما وجود داره. پرواضحه که پیش از این قرن در منابع یونانیان، هخامنشیان، ساسانیان و یا حتی در منابع تمدن‌های بین النهرین که قدیمی‌تر هستند مثل کلدانیان، آشوریان، سومریان، بابلیان و اکدیان اشاراتی از بسیار کوتاه تا کمی بیشتر از کوتاه درباره بلوچستان ذکر شده. اما خب هیچ کدوم از آثار باقی مانده از اون دوره‌ها بیش از آثاری نیست که بعد از قرن هفتم میلادی در دست داریم.
این کمی آثار مربوط به بلوچ برای دوران پیش از قرن هفتم میلادی باعث میشه نگاهی غیر شفاف و بر اساس گمان درباره بلوچ داشته باشیم و جز از دو طریق نتونیم منشأ و مبدأ بلوچ رو پیدا کنیم. اولین روشی که میشه با اون منشأ بلوچ رو پیدا کرد و شناخت زبان بلوچ هستش که میشه با تکیه به مباحث زبانشناسی که در حال حاضر هم به اوج شکوفایی خودشون زیر سایه پیشرفت علم و تکنولوژی رسیدن به راحتی به این نتیجه رسید که این زبان با کدام یک از زبانها قرابت داره و این قرابت چطور شکل گرفته و در چه حدی بوده. همگی اینها به علاوه بسیاری نکات دیگه ما رو به سرنخ‌های بیشتری درباره منشأ بلوچ میرسونه که من در مبحث زبان بلوچی و در اپیزودهای آینده سعی میکنم به این مسئله با وضوح و تفصیل بیشتری اشاره کنم. اما مطلب دومی که میشه با اون بلوچ و تاریخش رو شناخت آثار باستانی باقی مانده در جغرافیای بلوچستان هستند. درباره کاوش‌های باستانی در بلوچستان، یعنی بلوچستانی که در ایران قرار داره، کمکاری زیادی وجود داره و این آثار در یک شرایط کاملا ضعیفی قرار داشتن و بعضا در حال نابودی هستند که متاسفانه ایدئولوژی سیاسی دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی که یکی بر محور فارسی گرایی و دیگری بر محور شیعه گری قرار داشته باعث شده که رد پای هیچ محقق بلوچی رو در بخش زیادی از این تحقیقات در این دو حکومت ایدئولوژیک نبینیم. اون چه که هست کنکاش دیگران و نتیجه تحقیقات اونهاست که در اختیار ما وجود داره. البته این به معنای ابطال تمام تحقیقاتی که توسط پژوهشگران خارجی و یا پژوهشگران داخلی وابسته به سازمان‌های دو حکومت مذکور صورت گرفته نیست. به هر حال تحقیقات باستانشناسی یک علم با مبانی مشخص هستش و اینطور نیست که به سادگی بتوان تعریفی در تحقیقات ایجاد کرد که کسی متوجه اون نشه، چرا که بسیاری از رسوایی‌های باستانشناسی در دنیا علت ایدئولوژیک داشتن که بعدها افرادی به اونها پی بردن و اونها رو افشا کردن. افراد فریبکار میتونن از طریق داده‌ها نتیجه گیری‌ها رو جهت‌دار بکنن و در راستای فهم یک ایدئولوژی اون رو تفسیر بکنن که اگر در طول این دوره که درباره تاریخ بلوچستان در معدن ارائه میکنم با من همراه باشید، طبعا اشارات زیادی به این نوع تعریفات خواهم کرد. درباره این مسئله سیستان، جغرافیا، فرهنگ و زبان اون هم ضمن توضیحاتی که درباره بلوچستان ارائه میکنم چیزهای جالب زیادی وجود داره که باید به مخاطبانم بگم که خواهم گفت، اما مطمئنم برای اکثریت یا حداقل بسیاری از شنوندگان تازگی عجیبی داشته باشن. این رو هم از حالا اعلام کنم که توضیحات من در راستای تقویت هیچ حزب سیاسی ملیگرایی نیست. با وجود علاقه شدید من به فرهنگ و تاریخ بلوچستان، در اپیزودهای آینده و در طول دوره آنقدر درباره خوبی‌ها و بدیهای بلوچ و بلوچستان به صورت برابر میگم که در نهایت مخاطب با نگاهی علمی و پرسشگر خروجی بگیره. هدفم بیش از اون که تقویت حس ناسیونالیستی باشه، ترویج آگاهی صحیح و درست درباره تاریخ یک منطقه و همچنین خارج کردن تحقیقات و پژوهش‌ها درباره فرهنگ و زبان و رسم آیین یک منطقه از انحصار حکومت‌ها و دولت‌ها هستش. ما معتقدیم هر چیزی باید به شکل صحیح و درستش و صادقانه ارائه بشه. این که بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد از نظر سیاسی مربوط به حکومت هاست نما و این در حوزه وظایف اونهاست و خودشون باید برای این موضوعات راه حل های آرام و مسالمت آمیز داشته باشن نما. خب خلاصه اون چه که تا اینجا ذکر کردم بیان کنم و اولین اپیزود رو تا حدودی که مختص معرفی پادکست معدن و شیوه ارائه محتوای معدن بودش رو به پایان برسونم. درباره این گفتم که معدن قصدش ارائه محتوایی درباره تاریخ، جغرافیا و جامعه بلوچستان و به طور کلی هر چه که مربوط به بلوچستانه هستش. گفتم که مباحث در برخی از مواقع ممکن اختلاف نظراتی توشون باشن. من سعی میکنم نظرات مختلف رو بیان و در نهایت نظر خودم رو هم در کنارش بگم. و این رو هم گفتم که اختلاف نظر یک امر ناگزیره. همچنین توضیح دادم که به سه روش میشه تاریخ رو مطالعه کرد. از ابتدای اون یا از زمان حال و یا از یک دوره مشخص با فردی مورد علاقه. این نکته رو عنوان کردم که منابع تاریخی از پیش از قرن هفتم میلادی بسیار محدودن و بیشترین منابع مربوط به بعد از قرن اول هجری یا همون هفتم میلادی هستند. و برای شناخت ما قبل از این دوره منابع محدود رو به همراه آثار باستانی
و یا پژوهش‌های زبانشناسی در اختیار داریم که میتونیم درباره بلوچ از میان اونها آگاهی بیشتری کسب کنیم. در آخر گفتم که درباره سیستان هم مطالب رو ارائه خواهم کرد و به طور کلی هدفم رو از ارائه این محتوای تاریخی مربوط به بلوچستان و سیستان نه تقویت یک نگرش سیاسی خاص بلکه تقویت آگاهی و دانش مربوط به بلوچستان و سیستان عنوان کردم. اینها خلاصه ای از آنچه بود که در این اپیزود بیان کردم و امیدوارم تونسته باشم علاقه و اشتیاق شما رو در این موضوع جذب کرده باشم و در روزها و هفته‌های آینده دوباره مهمان شما باشم.